هم در خصوص آسیب‌های کار و همچنین در رابطه با شیفت کارهای چرخشی که حالا از منظر آسیب شناسی بررسی شدن و همچنین که ما در رابطه با عدم استراحت در ساعت کارهای با تایم بالا صحبت کردیم و همچنین به هم خوردن عادات تغذیه در بین کسانی که درگیر هستن. البته ناگفته نمونه ما در این همایش بیشتر سعیمون این بود که فرق بین اعتیاد به کار یا همون فورکولیسم و سخت کوشی رو بدونیم. این که توی موضوع اعتیاد به کار فرد تا جایی پیش میره که به نوعی زندگی خصوصیش رو هم به مخاطره میندازه و آسیب میخوره توی زندگی خصوصیش و معمولا این افراد افسرده میشن و قاعدتا عمر کوتاهی هم دارن. اینکه ما سعی کردیم موضوعاتی رو در رابطه با آسیب‌های کار صحبت بکنیم که این فرقه رو افراد بدونن، چون حالا به هر جهت به عنوان یک اعتیاد رفتاری وقتی اعتیاد به کار رو صحبت میکنیم بعضیا اون رو با سخت کوشی قاطیش میکنن و به نوعی دلیلی موجه برای ادامه دادن به این رفتار هست، در صورتی که ما عواملی که معمولا افراد رو افسرده میکنه همین اعتیاد به کاره و عمر این افراد فوق العاده کوتاهه.